با سلام احترام، من آبتین صدیق هستم، مدرس ریاضی هم در متوسطه اول و هم در متوسطه دوم. امروز قراره با هم نمونه سوالات فصل اول ریاضی دهم رو که خیلی پرتکرار هستند در امتحان رو با هم حل کنیم. بچه‌ها فقط واسه درس ریاضی نه، واسه همه دروس قبل از اینکه برین سر جلسه امتحان یه چند تا نمونه سوال رو براش حتما حل کنید. مطمئن باشید یه نتیجه خیره کننده ای رو قراره به شما بده. بریم سراغ حل سوالات. گفته مجموعه تهی یک مجموعه متناهی است چون تعداد اعضاش قابل شمارشه، صفر دیگه، هیچ عضوی نداره. به واسطه هندسی دو عدد 2 و 18. بچه اگر شما سه تا عدد متوالی داشته باشید، در مورد دنباله هندسی بین این سه تا این رابطه برقراره: حاصل ضرب این دو تا کناری یعنی آ ضرب در سی مساوی می شود با وسطی به توان 2. در مورد دنباله حسابی حاصل جمع این دو تا عدد کناری میشه جمله وسطی ضرب در 2. پس اینو حتما به یاد داشته باشید، حتما هم سوال جای خالیه. حالا واسطه هندسی 2 و 18. ببینید بچه ها، دو عددی که کنارها بوده در واقع گفته این 2 این 18 این وسطیه چند. خب واسطه هندسی همون بی ما در واقع این سه جمله است. خب 2 ضرب در 18 میشه 36 که هست بی به توان 2. کدوم عدد به توان 2 میشود 36؟ هم مثبت 6 هم منفی 6 قابل قبول خواهد بود چون جفتی توان 2 شون میشه 36. این یکی رو گفته واسطه حسابی دو عدد 20 و 40. گفتیم ما 3 تا جمله متوالی داشته باشیم و یکی از جملات 20 اون یکی 40 باشه. برای به دست آوردن این جمله وسطی در مورد دنباله حسابی کافی این دوتا رو با هم جمع کنیم، میشه 60 مساوی 2 برابر کدوم عدده؟ از اینجا به دست میاد سی. پس اینجا می نویسید سی. جمله نهم الگو برابر چند است؟ ببینید بچه ها این الگو رو دقت کنید، مقدارها چند میرن بالا. این مثبت 7 شد، این مثبت 6 شده، این یکی مثبت 5 شده. پس من انتظار دارم اون یکی مثبت 4 بشه. پس 31 به علاوه 4 میشه 35. اون یکی مثبت 3 بشه، مثبت 35 به علاوه 3 میشه 38. اون یکی مثبت 2 بشه، 38 به علاوه 2 میشه 40. اون یکی مثبت 1 بشه که میشه 41. بذار ببینم به جمله نهم رسیدم. 1 2 3 4 5 6 7 8. نه هنوز نرسیدم. اون یکی به علاوه 0 میشه که میشه باز هم 41. این جمله نهمتون برابر خواهد بود با 41. 3. در الگوی خطی با جمله عمومی تی مساوی منفی 2n منهای 3 هر جمله نسبت به جمله قبل از خودش جای خالی واحد کاهش می‌یابد. بچه‌ها ببینید، حالا با الگوی خطی آشنایی داشته باشید، میدونید که عددی که کنار n نشسته همون آ ماست، همون مقدار افزایش یا کاهش ماست. پس سریعا میتونید بنویسید منفی 2. گیریم در امتحان این چیزا در واقع به ذهنتون نیومد. میتونید به جای n مقدارها رو بذارید. مثلا به جای n بذارید 1 میشه t1 مساوی منفی 2 ضرب در 1 منهای 3 که میشود منفی 5. t2 میشه منفی 2 ضرب در 2 منهای 3 میشود منفی 7. الان هر جمله نسبت به جمله قبل از خودش در واقع 2 واحد کاهش یافته. حالا من منفی 2 رو گذاشتم، همون معنیش کاهشه دیگه، درسته؟ پس میتونیم بنویسیم 2 واحد کاهش یافته است. طول بازه رو چطوری به دست بیاریم؟ از اختلاف بیشترین مقدار، اختلاف این منها واسه اختلافه، با کمترین مقدار 7 منهای 3 میشود 10. و السلام علیکم. میگه اگر اشتراک دو مجموعه تهی باشد، خب یعنی هیچ نقطه اشتراکی نداشته باشد، اینو حفظ کنید، آن دو مجموعه را جدا از هم مینامیم. این هم از این. سوال 2 رو دقت کنید. گفته در الگوی خطی آ11 مساوی 9. ببینید بچه ها، شما باید عین جدول ضرب الگوی خطی رو حفظ باشید. وقتی به شما میگه الگوی خطی باید بفهمید tn مساوی an به علاوه b جمله عمومیشه. حالا این سوال هم سوال 100% امتحانیتونه ها، یعنی فقط اعداد قراره تغییر پیدا کنه، حتما توی امتحانتون وجود داره.
ببینید بچه ها، این میگه به جای انها 11 قرار بدیم، یعنی به جای انها 11 قرار بدیم میشه چند؟ 11 آب علاوه به مقدار مساوی چنده؟ 9. این چی میگه؟ اینم میگه به جای اینها 7 قرار بدیم، یعنی 7 آب علاوه به اینم مقدارش قراره برابر بشه با 17. این از این. خب بچه ها 2 تا معادله داریم با 2 تا مجهول، پس عین یه دستگاه حلش میکنیم. حالا منهاشو میکنیم یا پایینی ها رو ضرب در یه منفی میکنیم، میشه منهای 7 منهای بی منهای 17. جمع کنیم 11 آ منهای 7 میشه 4، به منهای ب میشه 0، 9 منهای 17 میشود منفی 8. از اینجا آ به دست میاد منفی 2، با جایگذاری توی این معادله به جای آها منفی 2 میشه 11 ضرب در منفی 2 به علاوه بی مساوی 9 که این هست منفی 22. بیاد این سمت ب میشه 9 به علاوه 22 یا 31. حالا بچه ها گفته جمله 16 هم چنده؟ خب جمله 16 هم چطوری محاسبه میکنیم؟ مگر فرمولمون آن به علاوه بی نیست؟ به جای ان قرار دادیم شماره جمله مورد نظرمون رو. چند رو خواسته جمله 16 هم؟ مگر آ رو پیدا نکردیم منفی 2، پس به جاش میذاریم منفی 2. مگر ب رو پیدا نکردیم ارزم به خدمت شما 31، پس به جای اونم میذاریم 31. منفی 2 ضرب در 16 منفی 32، منفی 2 به علاوه 31 میشه منفی 1 و این میشه جواب شماره 2. این یکی رو گفته در یک دنباله هندسی جمله دوم و پنجم. خب ببینید یعنی گفته جمله دوم شده 9 16 جمله پنجم شده 36. دنباله رو مشخص کنید. ببینید بچه ها، همونطور که گفتیم شما باید الگوی خطی رو حفظ باشید. جمله عمومیش هست آن به علاوه بی. شما باید الگوی درجه دوم رو حفظ باشید. الگوش هست آن دو به علاوه بی ان به علاوه سی. شما باید الگوی حسابی یا دنباله حسابی رو حفظ باشید. هست آ1 به علاوه ان منهای 1 دی. شما باید الگوی هندسی رو هم حفظ باشید که هست Tn مساوی A1 ضرب در R به توان N منهای 1. بچه ها در مورد الگوی خطی شما 2 تا مجهول دارید A و B. اینا رو پیدا کنید، کل الگو تو دستتونه. در مورد الگوی درجه دوم 3 تا مجهول دارید، اینا رو باید پیدا کنید. در مورد دنباله حسابی 2 تا دارید، یکی جمله اوله یکی هم قدر نسبت. در مورد الگوی هندسی هم یکی جمله اوله یکی قدر نسبت. حالا بچه ها ببینید مثلا همون سوال قبلی شما با آ2 هیچ نسبتی ندارید، یعنی هیچ کاری نمیتونید بکنید. دنباله هندسی مگر نگفتیم آنش از آ1 ضرب در آر به توان ان منهای 1. شما باید به اجزای سازندش یعنی آ1 و آر این عبارت رو تبدیل کنید. به جای آ2 یعنی به جای انها 2 بذاریم میشه آ1 ضرب در آ رو که نمیدونم چنده، منتها گفته ان منهای 1 دیگه توانش میشه 2 منهای 1 میشود 1 که بنا به گفته ایشون شده 9 16. آ5 هست آ1 ضرب در آر به توان 5 منهای 1 که میشه 4 که اینم شده چند؟ اینم شده 36. اینم تا اینجا. بچه ها گوش کنید، شما برای محاسبه این مقدارها حتما به این نکته دقت کنید که برای محاسبه این مقدار بهتره چون اینا به هم ضرب شدن. خنثی‌ساز ضرب چیه؟ تقسیمه. بهتر عبارت ها رو این سمت و اون سمت رو به هم تقسیم کنید. چرا؟ ببینید الان آ1 با آ1 ساده میشه، آر1 با آر4 هم ساده میشه، میشه 1 بر آر3. این هم دور به دور نزدیک به نزدیک، دور به دور 9 نزدیک به نزدیک 16 ضرب در 36. حالا ساده تر هم میشه کرد، 9 و 36 ساده میشه 4. پس 1 بر آر3 میشه 1 بر 16 ضرب در 4 64. بچه ها معکوسش کنیم هم این سمت و هم این سمت رو میتونیم نتیجه بگیریم. آر3 هست 64. کدوم عدد به توان 64 از اینجا آر به دست میاد؟ 4 به توان 3 مساوی 64. حالا این تا اینجا. برگردیم عین دو معادله دو مجهوله، منتها چون جمع و تفریق نیست وسطش عین معادله دستگاه نتونستیم حل کنیم، با تقسیم رفتیم. منتها مرحله بعدیش دیگه مثل حالت قبلی
بچه گوش کنید، شما مگر نمیخواید آ1 و آر رو پیدا کنید؟ الان آر پیدا شده. آر چنده؟ 4. این رابطه اول، این رابطه اول اصرار داره، حالا اینجا بنویسم، اصرار داره که آ2 که همون 9 16 مساوی است با آ1 رو نمیدونم چنده، ضرب در آر، الان آر رو میدونم 4 به توان 1. خب من از اینجا نمیتونم آ1 رو پیدا کنم. ببینید اینو تقسیم بر 4 میکنم، این 4 میاد توی مخرج، میشه 9 بر 64. الان که آ1 رو پیدا کردم، در واقع همه چی حل شده است برای من، چون جمله عمومی من یه آ1ش مجهول بود، الان پیدا کردم 9 64م، یه آرش مجهول بود که پیدا کردم 4 به توان n منهای 1. الان جمله هفتم رو میخوایم پیدا کنید، پس منطقاً به جای n قرار چند بذارید؟ 7. میشه 9 64م ضرب در 4 به توان 7 منهای 1 میشود 6. این از این. حالا 64 هم 4 به توان 3 هستش، اینم 4 به توان 6، 4 به توان 3 و 4 به توان 6 ساده بشن میشن 4 به توان 3، میشه 9 ضرب در 4 به توان 3. بشینید حساب کنید، 64 ضرب در 9 میشود چند؟ از 640 580 576. بچه ها آیا همیشه قراره که دنباله ما دنباله مشهوری باشه، یعنی دنباله حسابی باشه، هندسی باشه؟ خیر. مثلا اینجا رو باشید، گفته جمله عمومی دنباله‌ای برابر سن و علاوه 7 بر 2 منهای 1. خب خدا رو شکر کنید، دلیلش اینه که شما عملا دیگه جمله عمومی رو پیدا کردید. نیازی به مثلا من الان کل این مراحل من تا اینجا برای یافتن جمله عمومی صرف شد، ولی اینجا خودش جمله عمومی رو داد. خب ادامه چی خواسته؟ گفته چندمین جمله مقدارش برابر با 40/11. یعنی میگه اون انی که مقدار میشه و تو اونجا 40/11 رو پیدا کن. چشم. پس 40/11 مساوی 3 به علاوه 7 بر 2 منهای 11 باید باشه. طرف این میشه 80 منهای 440 مساوی وسط این 3 n ضرب در 11 میشود 33 n به علاوه 77. اینو بیانیم این سمت، 80 منهای 33 فکر کنم بشه 47n، 440 هم بیاریم اونور میشه عرضم به خدمت شما میشه 440 به علاوه 77. 440 به علاوه 77 که میشود 517، 47n شده 517. پس یه تقسیم بر 47ش میکنیم، 517 هم تقسیم بر 48 کنیم میشه چند؟ تقریبا 517 تقسیم بر 47 می شود 10 که نمیشه، یه دونه هم بذاریم 11 این بس به دست میاد 11. پس جمله 11 هم به جای اینا 11 بذاریم، مقدار 40/11 رو ازش میگیریم. مقدار x را به گونه‌ای بیابید که سه جمله تشکیل دنباله حسابی بده. گفتیم ما سه جمله متوالی در مورد دنباله حسابی چه خاصیتی داره؟ جمع این دوتای کناری یعنی 4x منهای 1 و x منهای 3 رو اگر جمع کنیم میشه 2 برابر وسطی. 4x به علاوه x میشه 5x منهای 1 منهای 3 میشه منهای 4. 2 ضرب در 2x میشه 4x، 2 ضرب در 2 میشه به علاوه 4. آقا جان این 4x رو بیارین این سمت میشه 5x منهای 4x همون x منهای 4 بره اون سمت میشه 4 به علاوه 4 همون 8. پس x مساوی 8 باشه این سه تا تشکیل دنباله حسابی میدن. یکی از 100% ترین سوالای امتحانیتون قرار دادن واسط حسابیه. ببینید گفته بین اعداد 2 و 72 5 عدد را طوری قرار دهید. خب عدد اول، عدد دوم، عدد سوم، عدد چهارم و عدد پنجم که اینا تشکیل دنباله حسابی بدن. خب دستش در نکنه دیگه، مگر نگفتین تشکیل دنباله حسابی میده؟ بچه‌ها دنباله حسابی هم باید جمله عمومیشو حفظ باشید. آن هست آ1 به علاوه n منهای 1 دی. شما اینجا هم دوتا مجهول داری، یکی جمله اوله یکی قدر نسبت. بیایم با این بیس بریم جلو که اینجا جمله اولمون باشه آ1، پس این میشه آ2 آ3 آ4 آ5 آ6 و آ7. خب من عملا دو تا اطلاعات دارم، یکی این که آ1 مساوی 2، دومی که آ7 مساوی 72. همون حرفایی که قبلا گفتم. شما توی این حالت ها آ7 رو تجزیه کنیم به اجزای سازندش.
آ7 یعنی به جای اینا 7 بذاریم هست آ1 به علاوه 7 منهای 1 که می شود 6D شده چند؟ 72. دست بر قضا شما مگه آ1 رو نمیدونید 2 خودش گفته دیگه. پس بذاریم ببینم یه اشتباهی رخ داده احتمالاً یا عدد کسی میاد. بذاریم یه چکی کنیم. آ1 و 2 فکر کنم این آ1 رو بذاریم ببینم 12 بذاریم راحت میشه، با عدد کسی طرف نمیشیم. اینو فرض کنیم جمله اول 12. پس این میشه 12 بره اون سمت 6D به دست میاد 60. از اینجا دی رو به دست میاریم 10. دی یعنی قدر نسبت، یعنی همون مقدار که هر بار اضافه میشه. پس 12 بعدش میشه 22. 10 تا بیشتر میشه 32. 10 تا بیشتر میشه 42. 52 62 و 72. اینا تشکیل یه دنبال این حسابی میدن با جمله اول 12 و قدر نسبت 10. سوال شماره 7 گفته برای جملات 3 7 13 جمله عمومی رو مشخص کنید. اول تشخیص بدیم که کدوم دنبال است. از 0 تا 7 4 تا اضافه شده، از 7 تا 13 6 تا اضافه شده، از 13 تا 21 8 تا اضافه شده. ببینید بچه این روش های راحت و تستی داری که این در واقع به شما مرتبطه که معلمتون اجازه میده که با این روش ها برین جلو یا خیر. اگر اجازه بده در واقع روش تستیشو از من بخواین که جزوه‌شو بفرستم حتما بهتون. نه اگر اجازه نداد و روش تشریح رو ازتون خواست، شما این الگو بهش میگیم الگوی درجه دوم. چرا؟ چون اختلافا که ثابت نیست، یکی 4 یکی 6 یکی 8، ولی اختلاف ها رو لذت ببرید. 2. خب بچهای عزیز، اگر من اختلاف ها مقدار ثابت 2 باشه، گفته بودم که به این الگو میگیم الگوی درجه دوم. پس حتما جمله عمومیشو باید حفظ کنید. این 3 اینجا چی کار است؟ 3 میگه اگر به جای انها مقدار 1 رو قرار بدی، T1 قراره مقدار بشه 3. اگر اون یکی چی میگه؟ میگه به جای انها 2 بذاری مقدار میشه 7. یکی میگه به جای اینها 3 بذاری مقدار میشه 13. جمله اول 3 مقدارش، جمله دوم 7، جمله سوم 13. خب به جای این 1 بذار، 1 به توان 2 1. 1 ضرب در آ میشه آ، به علاوه ب ضرب در 1 میشه ب، به علاوه سی. جمع اینها قراره بشه چند؟ قراره بشه 3. به جای اینها 2 رو بذار، 2 به توان 2 4 4 آ، به علاوه 2 ب، به علاوه سی میشود 7. به جای اینها 3 رو بذار، 3 به توان 2 9 9 آ، به علاوه 3 بی، به علاوه سی مساوی 13. من فقط جایگذاری کردم، به جای این شماره شکلش رو قرار دادم. خب این تا اینجا بچه‌ها واسه حل همچین معادلاتی فعلا خیلی جوونید، درسته؟ هنوز تا حالا فکر نکنم یاد گرفته باشید که یه دستگاه 3 معادله 3 مجهول چطوری حل میشه. چون اینجا ما 3 تا مجهول داریم با 3 تا معادله. بچه‌ها بیاین از گوش کنین، این روش در واقع کلیه واسه حل معادلاتی که 3 معادلی که 3 مجهول داره. یکی از مجهولات رو تنها کنید و بر حسب اون یکی مجهولات بنویسید. مثلا اینجا من گوش کنید، سی رو تنها میکنم، 3 آ رو بفرستم اونور میشه منهای آ، ب رو بفرستم اونور میشه منهای ب. خب من الان فهمیدم هر جا سی ببینم میتونم به جای سی 3 منهای آ منهای ب قرار بدم. همون کارو میام همینجا انجام میدم، میشه 4 آ به علاوه 2 بی، به جای سی میذارم 3 منهای آ منهای ب مساوی 7. توی حالت پایینی 9 آ به علاوه 3 به دست نمیزنم، به جای سی می نویسم 3 منهای آ منهای ب، بنا به گفتگیشون شده 13. بچه الان شما 3 معادله 3 مجهول دارین یا 2 معادله 2 مجهول دارید؟ طبیعتا یه آ ب مجهولتونه، 2 تا معادله است، پس اینو حلشو خیلی خوبم بلدید، توی نهم یاد گرفتید. بچه 4 آ منهای آ که میشه 3 آ، 2 ب منهای ب که میشه به علاوه ب. این 3 رو هم بیاریم این سمت، 7 منهای 3 میشه 4. این یکی 9 آ منهای آ که میشه 8 آ، 3 ب منهای ب که میشه به علاوه 2 ب، 3 رو هم بفرستیم اونور 13 منهای 3 میشه 10. خب این دستگاه دیگه. من بالایی ها رو ضرب در 2 میکنم، میشه 6 آ به علاوه 2 ب مساوی 8. الان از هم کمش میکنیم، یا حالا علامت منفی هم میتونیم بذاریم. 8 آ منهای 6 آ میشود 2 آ، 2 ب منهای 2 ب میشود 0،
10 منهای 8 می شود 2. از اینجا آ به دست اومد 1. بچه‌هایی که روش تحصیل رو بلدن میدونن که این 1 رو ما همون لحظه اول به دست آورده بودیم. پس آ به دست اومد 1. با جایگذاری به دست میاریم. تو اینجا میخوام جایگذاری کنم. 3 ضرب در 1 به علاوه ب قراره بشه 4. از اینجا 3 1 تا 3 به علاوه چند میشه 4. به هم به دست میاد 1. 3 هم که بود 3 منهای آ منهای ب میشه 3 منهای آ 1 به هم 1 میشه اونم 1. پس عملا شما توی جمله عمومیتون که آ رو مجهول داشتین شد 1 2، ب رو مجهول داشتید که شد 1، سی رو هم مجهول داشتید که شد 1 و سلام. جمله دهم یعنی به جای n بنویسید 10. 10 به توان 2 100 به علاوه 10 به علاوه 1 میشه 111. جواب نهایی شما خواهد بود. بقیه‌اش هم ضبط می‌کنیم برای پارت دوم. حتما توی کانال به پارت دوم هم سر بزنید و حل بقیه سوالات رو ببینید. خسته نباشید.